شرکت مشترک تاجیک و خیتایی چونگ سای ماهیر سمنت در ازبکستان کارخانه بزرگ استحصال سمنت را می‌سازد. سلام تماشابینان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزов. ساختمان کارخانه مذکور در نزدیکی‌های دهه توده 7 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت سرخندریا شهر بایسون ساخته می‌شود. شرکت مشترک چونگ سای ماهیر سمنت با نقشه گرفته است که در جنوب ازبکستان کارخانه بزرگ عاید استحصال سمنت را سازد. شرکت مذکور یکی از شرکت‌های بزرگترین در تاجیکستان عاید استحصال و صادرات سمنت به دیگر کشورها به حساب می‌رود. پیشنهاد شرکت مشترک چونگ سای ماهیر سمنت عاید ساختمان کارخانه استحصال سمنت از طرف متخصصان ازبک مطابق با استانداردهای کشورشان آموخته شده ایستاده است. خبر داده شد از طرف جانشین دیرکتور گنرالی چونگ سای ماهیر سمنت برفخان خالف. ما به همتایان ازبکستان خود عاید جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان کارخانه مذکور مراجعت نمودیم و روزهای نزدیک این مسئله حل خود را می‌یابد و ما با ساختمان زواد مذکور سر می‌کنیم، گفت او. این چنین خالف قید نمود که اقتدار کارخانه مذکور در سرخندریا یک از 2 میلیون تن را در سال تشکیل می‌دهد. کارخانه استحصال سمنت یاوان چنین اقتدار را دارا بوده این کارخانه مانند کارخانه یاوان ساخته می‌شود. مبلغ گذاری ساختمان مذکور روزهای نزدیک حل می‌شود. کارخانه مشترک تاجیک و خیتایی چونگ سای ماهیر سمنت در ناحیه یاوان آخر سال 2016 ساخته به استفاده داده شد. اقتدار سالانه کارخانه یک از 2 میلیون تن سمنت را در سال تشکیل می‌دهد. کارخانه مذکور در مهلت 2 سال ساخته به استفاده داده شد و در ساختمان این کارخانه 150 میلیون دلار آمریکا خراجات کرده شد. از این مبلغ مذکور طرف تاجیکستان 35% مبلغ و طرف خیتای 65% مبلغ گذاری کرده شد. موافق آمار در 6 ماه سال روان کارخانه چونگ سای ماهیر سمنت 400,000 تن سمنت استحصال کرد که 32% استحصال سمنت در تاجیکستان استحصال شده را تشکیل می‌دهد. از صادرات سمنت تاجیکستان به دیگر کشورها 43% صادرات به کارخانه چونگ سای ماهیر سمنت راست می‌آید. از ماه‌های ینور تا ایون تاجیکستان همگی 660,000 تن سمنت صادرات کرده است که از همه بسیار ازبکستان 360,000 تن آن را خریداری نموده است. در آخر به شبکه اگروتک تیجی abone شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید.